خب به می اساس گفتیم اگر در صورتی که ما الاین تکست لفته بگیریم و مثلا تکستی که به انگلیسی باشه از طرف چپ نوشته میشه. سنتر گفتیم مثلا مثل یک عنوان، اینجا طور مثال نوشته کردیم مشعل اینستیتوت اف هایر ایژوکیشن یا افغانستان و غیره. عنوان ها اکثرا در وسط نوشته میشه، سنتر انتخاب میکنین و رایت هم الاین تکست رایت هم به تکستی که بدری باشه، یعنی برای نوشته های دری عربی و غیره میتونین شما استفاده کنین. در این صورت شما میین اینجا پرژن انتخاب میکنین. نالیگه پوزیشن و چیزی را که نوشته میکنم سایزش خورتر میسازیم. اینال چون از اینکه دریست به می شکل از طرف راست به چپ نوشته میشه. این بود وظیفه الاینمنت و مشعل Institute of Higher Education. اینجا فعلا اینا به طرف چپ هسته، اینی وسط بر عنوان. اگر ما راست انتخاب کنیم از طرف راست دلیل انتخاب میکنیم. بعد از آن اینجا داریم justify. در نخست ما یک تکست نوشته میکنیم. طور مثال خب فعلا هدف اصلی ما در اینجا این است که مثلا طرف چپ تکست خود میبینیم منظم است به یک ردیف، یعنی به یک لیول فیکس شده ماین شده، اما طرف راستش مثلا یک لاین پیش است یکی پس است، این غیر منظم است طرف راست. اینال ما چطور کنیم که طرف راست هم طرف چپ وره منظم شده؟ این بسیار مهم است. میتونین سلکت هم کنین، مثلا فعلا سلکت میکنم. خوب ببینین طرف راست طرف چپ چقدر منظم است و طرف راست غیر منظم. یعنی در اینجا برش میگین justify انتخاب میکنین، بعد از آن کلیک. اینال میبینین طرف راست هم منظم شد، طرف چپ منظم بود. به این شکل ترتیب میشه. اینال کنترل زید میکنم، سعی کنیم پس به حالت اولی برمیگرده چقدر غیر منظم بوده اینجا. اگر بخواین کل صفحه را کنترل A یعنی سلکت آل و بعد از آن justify انتخاب میکنین. اینجا مثلا justify low است یعنی ضعیفتر، متوسط و justify high یعنی قوی، یعنی بسیار منظم میسازه. justify high اینجا انتخاب میکنیم. باز به این شکل مثلا سکنی فاصله را زیاد ایجاد کرد. اکثرا اینا رو باز شما خودتان هر یکی را که در متنتان درستتر انتخاب کردین. کنترل زید میکنیم، اینی میدیمش است. هدف از این است که مثلا فاصله را کم زیاد میکنه، چقدر فاصله باشه، یعنی نرمالش است. justify انتخاب میکنیم. اینا سعی کنین طرف راست لاین های ما منظم شد. ما مثلا از قسمت ویو پرینت پریویو میکنیمش. این بخشین از طرف قسمت فایل، اینا در قسمت پرینت ما میبینیم که نشتای ما از طرف چپ راست منظم قرار گرفته. اگر مثلا پس کنترل زید کنیم، اینجا میبینین که طرف چپ منظم است. در یک صفحه فور اما طرف راست منظم نیست. بعد از آن اینجا داریم لاین اند پاراگراف اسپیسینگ، یعنی میتونیم بین هر لاین و هر پاراگراف یک فاصله ایجاد کنیم. در این صورت از اینجا استفاده میکنیم. طور مثال فعلا بین هر لاین میبینیم فاصله به این اندازه است. نال سلکتش میکنیم، میگم بین هر لاین فاصله باشه 1.5 2.5. شما خود لاین رو میبینین یا 3 سکند بین هر لاین 3 یعنی 3 پوینت فاصله بر ما گذاشت. این استانداردش است. این هم فاصله که ما ایجاد کردیم، یعنی یک نظم است که در پاراگرافتون میتونین ایجاد کنین. به می اساس لاین اسپیسینگ آپشن کلیک میکنیم. اینجا آمد به نام پاراگراف اندنس اند اسپیسینگ. این ما و شما روز بعدی انشاءالله در این قسمت مورد بحث قرار میتیم. اینجا رو کلیک کنیم پاراگراف اندنس اند اسپیسینگ.
این آپشن ها رو هم از اینجا میتونیم که شارکت از او در اینجا مطرح شده. و بعد از آن اگر بخواین که مثلا سپیس نباشه باز میتونین که ریموو افتر پاراگراف یا مثلا بیفور پاراگراف، کلش دا آپشن هست. اینجا ما این مثلا بیفور تکست، افتر تکست، در قسمت اندنتیشن داریم و در قسمت سپیسینگ هم که فاصله های لاین است بیفور و افتر داریم که انشاءالله بعد از مورد بحث قرار میتیم. بعد از آن اینجا داریم شیدینگ. وظیفه شیدینگ چی هست؟ از اینجا بعض اوقات بعض لغت هایی که بخاطر اینجا فعلا تلفظ آلمانی با انگلیسی گت خورده، اگر اشتباه میشه بخشش باشه. وظیفه شیدینگ ای است که ما میتونیم توسط آن color the background بتیم behind the selected text or paragraph. یعنی میتونیم ما برای صفحه خود یا برای بک‌گراند خود یک رنگ بتیم یا برای جای را که سلکت کردیم یا یک تکست باشه یا یک پاراگراف باشه در عقبش میتونیم یک رنگ بتیم. این حالا ما بالاش کلیک میکنیم به این شکل. چون از اینکه ما این اول سلکت کردیم حالا فعلا پیش از اینکه عمل انجام بدیم پس این نورمال میسازیم لاینشه، فاصلهشه بین هر لاین فاصله را. حالا مثلا من این لاین سلکت میکنم، از اینجا یک در عقبش بر ما یک رنگ داد. اینجا بیشتر برای عنوان ها به کار میره، بسیار مهم است این گپ. طور مثال مشعل Institute of Higher Education. چون از این عنوان از دستنتر اینال ما بخاطر عنوان ما مشخص شود سلکتش میکنیم، اینجا یک رنگ میدیم در بک‌گراندش. شاید شما بیشتر دیده باشین در بعضی جایا عنوان ها در ابتدا یک بخاطر مشخص شود شما از رنگ استفاده میکنید. البته بسیار مهم است این نقطه. اینال بعد از آن اینجا دبل کلیک میکنین، میتونین متنتانه نشته کنین به شکل. اینال برای ما معین شد که اینجا عنوان است یا شروع متن ما از اینجاست. توسط رنگ برای ما واضح شد. اینجا رنگ ها اگر مثلا بخواین که پس می رنگ نباشه select no color. اگر رنگ های بیشتر خواسته باشین در اینجاست. اینجا یک رنگ انتخاب میکنین نیو است، بعدا اوکی همون رنگ دیگه فکس میشه، یعنی رنگی که دیگه نبود از اینجا استفاده میکنین. بعد از آن اینجا داریم باردرز. وظیفه باردر ببینیم که چی است. ما اینجا باتم باردر داریم و بیشتر باردرها داریم. البته ما همین موضوعات باردر در قسمت پیج لیاوت در قسمت پیج باردر ها میخوانیم. فکرین باردر شیدینگ اینجا مثلا و ده هوم ده باردرن شیدینگ چون از اینجا شارکتش هستن. وقتی که کلیک کنیم همین باکس عمومی برای ما باز میشه. حالا فعلا یک کم کار میکنیم اما بیشترش در اینجا. پاراگراف خود سلکت میخوایم در چهار اطرافش یک چهار چوکات باشه. در این صورت میگیم outside borders، یعنی در قسمت بیرونیش میگیم یک چهار چوکات. همین خود متن ما رو داخل یک چهار چوکات گرفت. اگر مثلا برش بگوییم inside border، هر پاراگراف ما را در یک چهار چوکات قرار داد. فعلا 3 پاراگراف داریم. اگر بخوایم مثلا باردر نباشه برش میگیم نو باردر. البته اینجا بسیار مختصر براتان کار کردم. لکچر اصلی ما باز اینجاست.
که دیگه چی کاران انجام میدیم. بعد از آن میایم در قسمت پاراگراف و اینجا داریم indents and spacing. همین الاینمنت که در اینجا هست شارکت هست و جای اصلیش اینجاست، مثلا left center right justify که اینجا ما خواندیم اینه، مثلا left center right اینجا، justify هم با low medium and high در اینجاست، یعنی اینجا شارکت و اینجا جای اصلیش. حالا ما اگه سنترش انتخاب کنم اوکی، میبینیم تکست ما در سنتر آمد. یا مثلا میخوایم justify شوه، اینجا را متوجه باشین justify شد و اینجا اینجا آپشن چک شده اتومات. یا میخوایم به طرف راست باشه، اینجا را متوجه باشین اینجا اتومات خودش چک شد. بعد از آن outline level. هدف از outline level این است که ما یک عنوان نشته میکنیم افغانستان، اینی فکر کنین تکستش هست و کابل هم جز افغانستان است، اینی هم فکر کنین تکست کابل است. این حالی عنوان عمومی است، از اینجا برش هیدینگ یک میتیم، این هم جز است هیدینگ دومه. این حال وقتی که ما در کابل کلیک کنم یا سلکت میکنیم، همین افغانستان هم میبخشین سلکت، میایین در پاراگراف بعد از آن اینجا اینو براتون میگه لیول اول است، یعنی چی؟ عنوان عمومی رو براتون معرفی میکنه. خوب اینجا متوجه باشین خودش سلکت است عنوان اول. این حال اگر ما کابل است سلکت کنم در اینجا بیایم اینجا لیول 2 سلکت شده. هدفش چی است؟ شما یک داکومنت باز میکنین، شما میخواین که عنوانهای عمومی را و جزئیاتش را بشناسین، در صورت از استفاده میکنین. این حال ما استایل که خواندیم باز ما میفهمیم که هیدینگ یک دو چی معنا میده، بازی براتون واضح میشه. این حال می کابل که لیول 2 آمد ما میفهمیم که کابل جز است، یعنی یک عنوان عمومی نیست. در جایی که مثلا یک آمد میفهمیم که عنوان عمومی است. یا مثلا شهر نو، سلکت میکنیم هیدینگ 3 میتیم، سکنال شهر نو سلکت میکنم میگه لیول 3، یعنی این حال ما میفهم که از شهر نو دو عنوان عمومی بالاتر است. این براتون معرفی میکنه. البته خود کاربرد لیول ها در اینجاست، ما باید از اینجا استفاده کنیم. این در درس بعدی بر ما روشن میشه که معنای از چی است. حال فقط لیول ما تشریح کردیم. و اینجا داریم دایرکشن right to left، یعنی از طرف راست به چپ در این نوشته میشه، از طرف left to right از طرف چپ به راست هم انگلیسی کورم در اینجا خواندیم. indentation، اینی indentation است، یکی بیفور داریم یکی افتر، اینجا هم شارکت هایش. ما گفتیم کامپیوتر سکیلز، مثلا مثل ویندوز، ورد و غیره. این حال ما میخواییم که نیم انچ فاصله بگیره تا جزئیاتش رو بشناسیم. اینجا میایین برش میگین indent before text، اینجا رو ببینید نمونهش نشان میده، یعنی before text چقدر باشه، 0.5 یعنی نیم انچ.
اینجا رو متوجه باشین. بعدا اوکی. اینجا ببینیم این عمل از اینجا میتونیم انجام بدیم. سعی کنین این حال ما که یک کلیک کنم اینجا ببینیم یک انچ شد. اما از اینجا میتونم کمش کنم پس و هم حال فعلا اینجا یک انچ است، میتونیم از اینجا یک کلیک کنم از قسمت decrease indent اینجا کلیک میکنین اینجا پس نیم انچ شد. یعنی اینجا شارکت است و اینجا جای اصلیش. بیشتر لکچرش بیشتر براتان واضح ساختیم که عنوان از جزئیاتش توسط فاصله براتان مین میسازه. و بعد از آن اینجا داریم after text. before text به معنای ازی یعنی یک فاصله ایجاد کرد. سعی کنید تکست اینجاست اما فاصله را پیش از تکست برای ما زیاد میسازن. مثلا میگیم باشه یک انچ. خوب متوجه باشین. یعنی موضوعات مهمیست که بیفور رو بشناسیم. بیفور یعنی قبل. اینجا میبینین من این زیاد میسازم، فاصله برای ما زیاد میشه اما قبل از تکست. ناله که اوکی میکنیم فاصله بیفور تکست زیاد شد. بعد از آن ما متن خود سلکت میکنیم. اگر بگیم after text یعنی حالا یک فاصله ایجاد میکنه اما بعد از ختم تکست. بیشتر بیفور بود از اینجا فاصله را زیاد کرد، حالا بعد از تکست. یعنی هدف خلاصی از این است که شما توسط اندنتیشن و در مجموع پاراگراف چیزایی که در داخل پاراگراف خواندیم در مجموع یک نظم برقرار میسازه در یک پاراگراف. after text میگیم چقدر باشه. سعی کنین همین خود نمونه رو ما شما میبینیم. اول بیفور زیاد میکنم، فاصله زیاد شد قبل از تکست. حالا اگر after زیاد کنم اینجا رو میبینین فاصله بعد از تکست افزود میشه. ناله که اوکی کنم تکست ما که خلاص شد after یعنی after تکست بعد از او یک فاصله ایجاد کرد 2.5 انچ. ما او را زیاد ایجاد کردم تا واضح شود. باز شما میتونین به اساس پوینت مین بسازین فاصله را. بعد از آن متن خود سلکت میکنیم. اینجا داریم special first line. این نمونه را متوجه باشین. first line انتخاب میکنیم. first line تنها لاین اول نیم انچ تغییر کرد. اینجا میبینیم اینجا فاصلهش از نیم انچ یا یک انچ هر چقدر که خواستین از اینجا میتونین کم زیاد کنین. این حالا که اوکی کنم لاین اول به خاطر نیم انچ تغییر کرد. اگر در صورت که 1000 صفحه داکومنتتان است هر جایی که 1 انچ یا نیم انچ لاین اول فرق داشت در اون صورت شما میتونین بفهمین که در بین 1000 صفحه شروع داکومنتتان یا متنتان از این صفحه شروع میشه، چرا که تنها در صفحه اول یه عمل صورت میگیره. اگر بیاین در اینجا بگوین hanging، اگر بخواین نباشه none، حال میخوایم لاین اول در جای خود باشه متن تغییر کنه. در این صورت هنگینگ انتخاب میکنیم. اینجا میبینین لاین اول در جای خود است. دیگه خدا کنه 1 صفحه یا 1000 صفحه باشه او نیم انچ داخل میره. لاین اول به جای خود مان و متن دیگر چقدر که باشه تغییر میکنه. یعنی بازم یعنی فقط عمل ما برعکس شد اما هدف ما یک چیز است.
هر در بین 1000 صفحه به این شکل یک صفحه رو میبینین که لاین اول تغییر داره، میفهمین که شروع داکومنتتون از همینجاست، از همین صفحه. اینجا میتونین که سایزش زیادتر و کمتر بسازین. بعد از آن خب مایرور اندنت بعدا مورد بحث قرار میدیم. خود مایرور آینه است، باز ما بفهمیم که هدف از مایرور اندنت چی است. البته یک مایرور مرجنس قبلا در قسمت فایل خوانده بودیم. در اینجا خب در پیج ستاپ یک موضوع را اینجا ما شما اشاره کرده بودیم، مایرور امرجنس بود. حالا وظیفه خود مایرور اندنس وظیفهش همین است که در صورتی که دو صفحه را بخواین استبلر کنین، امی حاشیه چپ و راست دو صفحه را از بین میبره، یعنی پیوست میسازه، یعنی یک در یک لیول همون تکستان قرار میده. طور مثال ما فعلا میبینیم ما اینجا دو صفحه داریم. این حالا مایرور اندنس انتخاب کنین. این دو صفحه را وقتی که پرینت کنین استبلر کنین، اینجا یک فاصله وجود می داشته باشه، همین فاصله را از بین میبره. شما میتونین یک متن به شکل مسلسل باید از تنظیم کرده باشین، مسلسل میتونین که بخونین. بعد از آن spacing یعنی فاصله بین هر لاین. بیشتر اندنتیشن به طرف چپ و راست پاراگراف ما تونست یک فاصله بیاره. حال spacing از طرف پایان و بالا بین هر لاین میتونه یک فاصله ایجاد کنه یا بین هر پاراگراف. در این صورت میخوایم فاصله را بین هر لاین زیاد کنم، شارکتش اینجاست. حالا ما می آپشن رو میخوانیم، چون که من کلیک کنم همینجا آمد. اسپیسینگ میگیم بین هر لاین چقدر فاصله باشه. اینجا ببینین نمونهشه. خب پاراگراف این حالا پس وظیفه اسپیسینگ گفتیم از طرف پایان به بالا فاصله بین لاین و پاراگراف ایجاد میکنه. اینجا ما که بیفور و افتر داریم، ای هر دو مربوط به پاراگراف میشه و لاین اسپیسینگ مربوط به هر لاین باز فاصله ایجاد میکنه. حالا فعلا میخوایم بین هر پاراگراف فاصله ایجاد شود بیفور، یعنی میخوایم یک فاصله ایجاد شود قبل از پاراگراف و بین هر پاراگراف هم ایجاد شود. اینجا میبینیم فاصله بین پاراگراف ها ایجاد میشه، یعنی نه بین لاین. اوکی سلکت کنیم باید از در نخست بیفور 54 یا 84. سعی کنین بیفور پاراگراف اینجاست، پیش از پاراگراف یک فاصله 84 پوینت ایجاد کرد. یعنی ما فعلا 3 پاراگراف داریم و بین هر پاراگراف 84 پوینت فاصله است. من قدر زیاد به خاطر فاصله ایجاد کردم تا واضح بفهمیم موضوعشه. اما ببینین در اینجا در صفحه اول در شروع صفحه فاصله بسیار زیاد شد، بخاطر که ما بیفور گفتیم. اگر بخواین که مثلا پس فاصله 0 شود، در اینجا میین و اینجا را 0 میسازین و بعدا اوکی. حالا میخوایم پاراگراف اول در جای خود باشه، بعد از این فاصله بین هر پاراگراف ایجاد شود.
after 84 اینجا رو متوجه باشین. پاراگراف اول در جای خودمان، یعنی اینجا فاصله ایجاد نشد، حاشیه صفحه است، اما بعد از پاراگراف اول باز 84 پایین فاصله ایجاد شد. یعنی بیفور که بود فاصله را از اینجا ایجاد میکرد، افتر که شد پاراگراف اول در جایش ماند و باز بعد از فاصله ایجاد کرد. فقط ما در شروع رو متوجه شویم که یعنی اینجا برای ما واضح میشه بیفور و افتر. خب پس بخوای نباشه میتونین 0. یعنی هدف خاص ما ایست که یک نظم رو برقرار میسازین توسط فاصله بین هر پاراگراف. مثلا نال واضح شوه. حالا فعلا ما میتونیم توسط یک نقطه بشناسیم پاراگراف های خود، اما بر ما مشکل میشه. در اون صورت بر ما فاصله واضح تر میسازه. مثلا میخوایم 10 پایین باشه یا 12. سکال ما توسط یک فاصله فهمیدیم که 3 پاراگراف داریم. بعد از آن اینجا داریم لاین سپیسینگ. حالا میخوایم بین هر لاین یک فاصله باشه. یعنی سنگل فاصله از بین هر لاین، یعنی استاندارد نارمال است. 1.5 اینجا رو متوجه می باشین. همین شکل دبل به معنای ازی فعلا 4 لاین داریم، جای 8 لاین اشغال میکنه، مخاطر برابر یک لاین دیگه فاصله است بینشون. at least حالی توسط پوینت میخواییم، میگیم کم از کم باید است بین هر لاین 27 پوینت. اینجا استاندارد بود و اینجا توسط پوینت میتونیم ماین بسازیم. و توسط exactly هم میتونین کم بسازین فاصله را بین هر لاین به شکل، یا توسط multiple میگم بین هر لاین 3 لاین یا 4 لاین فاصله باشه. یعنی یک لاین خواه از برابر 4 لاین دیگه اینجا فاصله ایجاد شد بین هر لاین. این هم استانداردش است 1.5. بعد از آن مثلا دیره فعلا کلوز میکنم. جدیدا اینجا یک پاراگراف نشته میکنیم. خوب دقیق باشین. انتر سعی کنین امی استاندارد بین هر پاراگراف یک فاصله از اینجا. هر داکومنت ورد را که باز کنین جدیدا پاراگراف نشته کنین، بین هر پاراگراف خودش یک فاصله میگیره. اول سلکت میکنم، میخوایم کمی فاصله نباشه. Don't add a space between paragraphs of the same style. بعدا اوکی، همون فاصله از بین رفت. بعد از آن هر یک از این آپشن ها رو بخواین که استاندارد قرار بدین set as default. میخواین همیشه بین هر لاین 3 لاین فاصله باشه. حالا فعلا پیش از اینکه دفالت کنم اوکی کنم این موقتی صورت گرفت. حالا من مثلا داکومنت جدید میارم، اما وقتی که یک تکست نشته میکنم پس با حالت اول برگشت. میخوایم همیشه باشه، باز میگم همیشه همین 3 لاین باشه و دیگه هر تغییری که باز خودتون بخواین دائمی باشه set as default. میگه تنها this document only، تنها دمی داکومنت میخواین یا در تمام داکومنت ها. این فعلا انتخاب میکنم و بعدا اوکی. حالا من یارو کلوز میکنم.
خب دوباره میاییم ببینیم چرا انجام نشد. میگم بین ار لاین پاین لاین فاصله باشه. یک بارش پس کلیک میکنیم بالایش و ست از دفالت. فعلا بین ار لاین پاین لاین فاصله آمد، را کلوز. نه به می اساس حالا فعلا دفالت مان. بین ار لاین پاین لاین فاصله اگر را کلوز کنین برای هر وقت دیگه بیاین به می شکل باقی مانده. بخواین پس استاندارد بسازینش، ست از دفالت پس استاندارد قرار گرفت. این بود موضوعات درس امروز ما. فردا موضوعات بیشتر در قسمت تب و غیره موضوعات که در قسمت لاین اند پیج بریکس است مورد بحث قرار میدیم. درس امروز ما همینجا بس است.